میگن جای کار نیست رئیسای شهر نایان بانجویی میکنه تو در شهر بختر 1000 مراتب رحمت به پدر مادر صاحب کار میگه جناب یالی من همین جراب بافی وای کردن برآوردن اول جا که نیافتم در خانه‌ام سر کردم در خانه خودم 4-5 تا آموزنده در خانه جراب میبرآوردیم بعد که زمین دادن من اینجا ساختم 20 تا دستگاه آوردم حاضر 30 تا بانوان دختران در همونجا کار کرده 100,000 در یک ماه هر گونه قریب 10-20 نمود размерها جراب میبرارند. خوجگی دهخونی انگورپروری باغ سومون در دهات جوره رحمانی شهر ترسونزاده سال 2008 با تشبث بی‌واسطه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته. مساحت عمومی آن 589 گکتار را در بر میگیرد. سمت اساسی فعالیت خوجگی انگورپروری بوده 480 گکتار آن تاکزار می باشد. حالا در خوجگی زیاده از 10 نوع انگور از جمله حسینی سیاه و سفید، غلبه، شاهانه، پیشپزک، کشمش سیاه و سفید، پرزیدنت که اساساً نوع‌های محلی سرحاصل میباشند پرورش کرده میشوند. سال جاری حاصل در تاکزار فراوان بوده تا امروز بیش از 900 تن محصولات به بازار استعمالی برآورده شده است. بدشناسای با فعالیت باغپروران و بازدید از تاکزار نمونوی خوجگی دهخونی باغ سومون پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با فعالیت سرمشقت و پرثمر باغداران بهای بلند دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خوجگی دهخونی باغ سومون با دستاوردهای مهنتکشان و دهقانان که بر نمایش گذاشته شده بود شناس شدند. در نمایش نوع‌های گوناگون انگور که سالهای اخیر بیشتر پرورش و استحصال می‌گردند معرفی گردید. همچنین اهل زحمت خوجگی مربا و شربت و افشوره‌ها از میوه‌جات را که برای ذخیره پیش بینی شدند به نمایش گذاشتند. سهامداران خوجگی قطعه معین زمین را در اختیار داشته با اعضای خانواده با استفاده از تجربه بوی انگورپروری مشغول کار میباشند. در 9 گکتار خوجگی باغ میوه دهنده موجود بوده همساله حاصل فراوان به دست آورده می شود. رهبریت خوجگی با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از حساب درآمدهای صاف خود انشاءات گوناگون اجتماعی از جمله بنگاه‌های طبی و میدانچه‌های ورزشی در دهه‌های سعدی شیرازی و زرکمر شهر ترسونزاده ساخته در وسعت بنیادکاری ها سهم نظر است می‌گذارند. سال گذشته با دستگیری خوجگی به طور هرشر مؤسسه‌های تعلیمی و قریب 3 کیلومتر راه حدود دهه‌های اطراف خوجگی تعمیر گردیده امسال نیز قریب 2 کیلومتر راه اسفالت پوش کرده شده است. در خوجگی در برابر انگورپروری به چاره‌داری نیز دقت مخصوص روانه شده است. این حال در خوجگی زیاده از 5200 سر گوسفند پرورش کرده می شود. برای استحصال گوشت نیز خوجگی در اختیار خود بیش از 50 سر چارواهای کلان دارد. باید تذکر داد که شالیکاری و کشت خوراک چاروا هم در خوجگی وسیع به راه مانده شده است. برای باز هم بلند برداشتن حاصل ناکی و استحصال و صادرات نوع‌های گوناگون انگور به خارج مملکت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با رهبریت خوجگی دهخونی باغ سومون شهر ترسونزاده مصلحت و توصیه‌های سودمند دادند. خوب بعضا جا می‌بینیم که مردم فهمیده میشه که در آنجا رهبران کمی کار کردن با مردم رئیسان جماعت فعالان دیگران لیکن در بسیار جا حالا مردم 30 سالگی را طرز میفهمیم که تنها یک چی بنیاد کرده ساختن در کار اینا دولت میکند صاحب کار میکند دیگر مردم چیه ما 3 سال قریب 4 سال میشه تاکید میکنیم که هر یک عائله باید از بنیاد و تعمیر و تجدید خانه و کاشانه و در خود شروع نباید. دولت بنیاد کردن دولت آباد کردن از همین جا سر میشه. دولت هم از همون عائله داری سر میشود. از عائله اینا کردن مونده کار برای زحمت کشیدن مونده. شکرانه ما سال 2022 10 میلیون میشود شماره اهالی جمهوری 10 میلیون سال 1992 اهالی مملکت 5 میلیون بود 2 برابر زیاد میشه شکرانه دولت ما خدا با ازید زیاده کند برای مردم تامین کردن مواد آذیخواری چیکار کردن مونده زحمت کشیده از یک زمین 2 حاصل نه 3-4 حاصل گرفتن از حالا زمینه گذاشتن ما لازم است
در این سمت پیش از همه ضرور است که در سال 2021 استفاده ثمرناک امکانیت و ذخیره‌های موجوده به کار انداختن اقدارهای نو و فعال گردانیدن اقدارهای عمل کننده جلب سرمایه وطنی و خارجی را تقویت بخشیده در این زمینه اجرای نشاندهنده پیش بینی شده و حل پرابلم های روزمره اهالی تامین کرده شد. سال 2020 حجم مجموع محصولات ولایت به 22.1 میلیارد سامانی و حصه آن در مجموع محصولات داخلی کشور به 27% برابر گردیده است. اگر رهبریت ولایت شهر نایاب با یک جای دهقانان خوبتر کار کنند امکانیت پره‌ای 44 میلیارد سامانی استحصال کردن محصولات در ولایت است. خیلی نسبت به 10 سال پیش علاکه درجه فهمیش، درجه تجربه پرورش زراعت ها، مخصوصا سبزوات، گرفتن حاصل از زمین ها 2-3 مراتبه، مخصوصا تجربه در گرخانه ها پرورش کردن خیلی در ولایت بیاد که یک سرعتی کمتر بیشتر شد. اینا ادامه دادن. مخصوصا در فصل زمستان استحصال کردن محصولات بسیار ذخیره و امکانات‌های فراوان در ولایت است. این جای کاری با وجود این تاکید می‌سازم که جهت بلندبر داشتن نشان دهنده مذکور در ولایت امکانات و اقدارهای استفاده نشده خیلی زیاده. برای حل مسائل رشد اجتماعی اقتصادی شهر نایاب ولایت در 10 سال اخیر از حساب بودجه دولتی 24 میلیارد سامانی روانه شده است. علاوه بر این برای تامین نمودن ترقیات ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت و بلند داشتن سطح و صفت زندگی اهالی در برنامه نوی رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان برای سالهای 2021 و 2025 عملی سازی 279 لایحه با مبلغ عمومی زیاده از 2.5 میلیارد سامانی پیش بینی گردیده است که از رهبران و مسئولین ولایت و شهر نایاب آن اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می‌نماید. زیرا سطح پست جلب سرمایه وطنی و خارجی از جمله سرمایه مستقیم باعث اجرا نشدن 54% لایحه‌های در برنامه قبلی ولایت برای سالهای 2016-2020 پیش بینی شده گردید. طبق معلومات آماری سرمایه مستقیم سال 2020 با ولایت جلب شده همگی 790 میلیون سامانی را تشکیل داده است که برای تامین نمودن رشد باثبات ولایت کلانترین کشور ناکفایه میباشد. بنابراین برای سان ولایت و شهر نایاب سپارش داده می شود که یک جا با وزارت و اداره های دخلدار همکاری را با سرمایه گذاران وطنی و خارجی در سمت دریافت سرچشمه های مبلغ‌زاری لایحه ها گسترش داده. اینچنین برای رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه مخصوصا بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعت سبک و خوراکواری جهت کارکرد محصولات کشاورزی از ذخیره و امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده نمایند. قریب 10 میلیون سامانی قرض مزد ملت در ولایت وجود دارد. سال 2020 از جانب نظام بانکی در حدود ولایت 1 میلیارد 750 میلیون سامانی قرض داده شده است که نشان دهنده نسبت به سال 2019 151 میلیون سامانی زیاد بوده. 33% به ساحه کشاورزی، 33% به مقصدهای استعماری، 13% به سودای خارجی، 10% به ساحه خدمت‌رسانی و باقی مانده به دیگر ساحه راست می‌آید. از حجم عمومی قرض‌های داده شده 89% را قرض‌های خرد تشکیل می‌دهند. با وجود نشان دهنده ذکر شده با در نظر داشت امکانات‌های ولایت در سمت رشد صاحبکاری خصوصاً صاحبکاری استحصالی قانع کننده نیست. از این لحاظ با بانک ملی و دیگر تشکیلات قرضی ضرور است که دایر به زیاد نمودن حجم قرضی و ساحه اقتصادیات علل خصوص در بخش صاحبکاری 3 ساله و پیشنهاد قرض‌های خرد
ба ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон тадбирҳои иловагӣ андешид. шумораи умумии корхонаҳои санъатӣ дар давраи соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бунёд гардида аввали соли 2021 ба 620 расидааст ки аз ин ҳисоб 37 корхона дар соли 2020 таъсис ёфтааст. вале таъкид месозам ки ин нишон диҳанда нисбат ба имконияту захираҳои вилоят тамоман паст мебошад. дар маҷмӯъ соли сипаришуда дар вилоят 91 корхонаҳо коргоҳҳои саноатӣ бо 900 ҷойи корӣ ба истифода дода шудааст. дар баробар ин бояд гуфт ки соли 2020 77 корхонаи саноатӣ аз фаъолият боз монда, фаъолияти 27 корхона пурра қатъ гардидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят соли 2020 ба 8.8 миллиард сомонӣ расонида шуда, нисбат ба соли 2019 ҳамагӣ 0.7% афзоиш ёфтааст ва дар 4 шаҳру ноҳия ёвон, ҷайҳун, дӯстӣ ва шамсидиншоҳин кам шудааст. дар ин давра аз 163 номгӯи маҳсулоти саноатӣ дар вилоят тавлид шуда, суръати афзоиши истеҳсоли 61 намуди он, яъне 37% нисбат ба соли 2019 таъмин нагардидааст. аз ҷумла истеҳсоли орд 41%, калобаи пахтагин 20% ва либоси мактабӣ 9% коҳиш ёфтааст. ҳоло ки дар вилоят 780 000, қариб 800 000 хонанда аст. як шиму костюм бурӯ пӯшидан 800 000, як куртаи 800 000. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.